بدترین اتفاق در زندگی همه ما تنها مرگ نیست، تنها از دست دادن عزیزان نیست، تنها بی پولی نیست، تنها بی خانگی، آوارگی، هر چیزی که شما فکر میکنین که دردناک است، بدترین اتفاق در زندگی ماها او اتفاق نیست. بدترین اتفاق او است که ما زنده هستیم، زندگی بر ما فرصت داده که زندگیش کنیم، اما ما هرگز ارزشش نمیفهمیم و نمیدانیم که چی رسالتی داریم در روی زمین. نمیدانیم که زندگی را از کجا شروع کنیم. نمیدانیم که وظیفه ما در قبال خود ما، در قبال زندگی ما چی است. شاید هر کسی بگه که من یک مادر هستم، وظیفه من مادر بودن است. من یک همسر هستم، وظیفه من همسر بودن است. من یک فرزند هستم، وظیفه من فرزند بودن است. هر کسی شاید یک دلیل داشته باشه، اما وظیفه اصلی ما این وظایف نیست. وظیفه اصلی ما این است که ما خود ما را بشناسیم، خود ما را دریابیم و واقعا این را بدانیم که دلیل زنده بودن ما چی است. ما چرا زندگی میکنیم؟ من فکر میکنم هر یک از ما یک رسالتی داریم و متاسفانه اکثر آدم ها بدون این که بدانن رسالتشان چیست از دنیا میرن، عمرشان به پایان میرسن، یا شاید در جریان زندگی اصلا متوجه از این نمیشن که بفهمن منظورشان از زندگی چی است. و این فکر میکنم خیلی دردناک باشه که یک نفر بدون این که هیچ اطلاعی از این داشته باشه که زندگی چی مفهومی داره از دنیا بره، و یا ای که هیچ ندانه که رسالتش چیست و از دنیا بره.